سر 4 نفر 19000 دلار سودا کرد. سر 4 نفر 5 تا کفتر 19000 دلار سودا کرد. دیگه خوب یک بست خوبش هم داره دیگه. آره بست مقبول داره. کلی خوبیار اگه داشته باشه خب گپ میشه قیامو بدر گپش ده 1000 دلار میرسه. دیگه باشه من لمبر ما بکشم ابو بای جان یاد گرفتی لمبر نه والا نگرفتیم. تو لمبر خدا شاهدش نگرفتیم یاد غیر که در تلفنی تو بگیرم گرمش در این صفحه که خود لمبر بیاید. کفتر در لوگر ما داریم که از 12000 8000 دلار 9000 دلار ام تو 3000 2000 تا پایین آمده بود. دوستا عزیز یک شیرودی یک درشه با پالون خرید 9000. اگر به دوستا بگی که خودت تا چند هزار دلار کفتر فروختی؟ والا خود ما خواسته ما تو اونجا را نمیکشه خود تا 3000 4000 فروختیم. و اما دوستا اندیوالای ما هست که تا 8000 9000 10000 تا 12000 هم در مجلسشون شته بودیم خرید و فروش کردیم. البته دلار میدن. دلار دلار. اینا اگه کسی بخریش ما توانش هم میکشم کل کفترها فایده نمیکنه. باش عزیز دوستا عزیز کفتر مرگ داره مردن داره این تو قیمت میخری تاوان داره یا شما قبول داریم قبول کردیم. لمبرم 0785 668 171. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب خدمت تمام شما خوبان. سلام صد سلام بر تمام مردم افغانستان، بر تمام شوقی افغانستان. یک سلام خاص بر مسافرای ما که دور از وطن هستند. دوستای عزیز، شوقی عزیز، بازم با یکی از برنامه‌های شوق جمعه بازار میله شوقی ها همراه با نجیب جان در خدمت شما دوستا قرار داریم. نجیب جان قند کامرا اومد بدر در خدمت. سلام علیکی داشته باشید. سلام با خود تولل وسیم قند. سلام با سلام. کامرامین عزیز ما. سلام با تمام وطندارا دوستا عزیزایی که داخل کشور هستند خارج کشور هستند. سلام برسه به بزرگای شب، سلام با جونا، سلام با دوستای عزیزایی که خارج کشور است مسافرای ما هستند. سلام های ما را پذیرا شوند. امیدوار هستم که روزای خوب و خوش پیش روی داشته باشند و کت کفترکایشون کت شوقایشون لب جب باشه، تر تازه باشند. جمعه بازار از ملی شوقیاست در طول یک هفته. اینمی شوقیا از هر ولایت از هر ولسوالی از نقطه کابل جای مختلف اینجا میان به خاطر خرید فروش کفتر. اینجا دوستایی را میبینن که باور کو یکی از قندوز، یکی از کابل، یکی از فاریاب، یکی از مزار در اینجا دید و دید میکنن، یکی از خارج میاد اینجا. من تو شوق است بسیار، یک شوق پاک است، یک شوق زور است دیگه. باور کو کسی را در تصویر نامد گفت که ما شب آمدیم فکر کو که از مسافر بود از یک کشور دور از وطن. گفت ما فقط همیشه و خانه از این قومات تیر کردم و یعنی میل صبحکی شده آمدیم. صبح آمد جمعه بازار. همیجا که آمدم گفتم قدر تر تازه هستم که یک خوش هستم که یک عشق است، یک محبت از بین شوقی ها، یک رفاقت است دیگه. ما تو وسیم جان قند کفترکای اصیل افغانستان هم به تصویر میگیریم، هم به تجربه میگیریم، هم که دوستا عزیزا صحبت می داشته باشیم. ان شاء الله دوستای عزیز با ما باشید. بریم نجیب جان. میده کفترکا. دوستای عزیز در کنار ما مروکه ما هستیم که از ولسوالی چهار آسیا نام خدا هر جمعه کفترهای زیبا و کفترهای خوب میره. ما مروکه قند سلام بیادر قند. سلام به خودت بیادر، جور استی، صحت خوب، قراریست خوب هستی و یک سلامم به کامرامین، یک سلامم به نجیب جان و یک سلامم به تمام شوقی ها چی در خارج است چی در داخل است. خدا کنه جور و صحتمند باشه. ان شاء الله بخیر آمدی. بخیر باشی. چی آوردی به دوستای شوقی امروز؟ چی آوردی ما مروکه قند؟ والا دیگه یک دونه سیاپتای نزد یک کل شیروزی بود.
خب ماشاءالله دو تا سیاپتا این بود که یک شده مکان دروازه فروختم دیگه یک دانش مانده نه یک کل شیرازی بود زرد شیرازی و سرخ شیرازی و امری و سیاه شیرازی چند کفترک آوردی چند تاش سودا کردی یک 15 کفتر آورده بودم یک 5 تاش مانده دیگه 10 تاش سودا کردم. ماشاءالله یعنی دیگه کفتر خوب دی بازار بیاد دیگه نمیرسه نه به دیگه کس. میره خلاص میشه بخیر میخرن شوکه خب بسیار خوب بسیار خوب. نجیب جان قل سعی که کفترک های ما مرکه یکون کفترک شب با معرفی بگی. کاکروکای ما سلام برسه دوستا عزیز همی باز دوستا عزیزایی هستن که کفتر میخرن مفروشن خدا در کاروبارشون برکت برته. کاکروکای هم کفترکای مقبول زیبا را از ولسوالی چهارآسیا ولایت کابل میاره همیجا سودا میکنه خوب کفترکا میاره دایی که کفتر میاره سودا میکنه یک ویژگی خاصش هم از این 100 قتل میکنه بسیار دست خیر داره. شما باور بکنید دوستا عزیز کفتر بخیر انشاءالله از این تاوان نمیکنه. بیخی مطمئن باشه که آدم مهربان است اما کم میخوره همیشه میخوره خداوند در کار و بارش برکت برده دیگه ماشاءالله کفترکای زیبا میاره در جمعه. کفترکا فعلا نام آورده یک دانه امری پر پای است دیگه امری است خب نام خدا یک زر شیرازی است سیاپتین است دیگه امری است. خب اینطور است کفتر است رفت آمد داره نمی میخره مفروشه اگری نگاه کنه مثلا اگر من نگاه کنم شخصا خودت نگاه کنی در خانه جای نمیشه دیگه از این میرس خروزی الان هر کسی که پیدا میکنه کوشش بکنه که مرات شوقی ها را بکنه کت شوقی ها بسازه یعنی امو اندازه امو کفتر پیسه بگیره یکی را بیبی که کفتر هم نمیشناسه بای کفتر خودت نمیشناسه اتو بای میکنه که امو خوب شوقی زور که بیخی دیگه بگه فکر که اومده امو کفتر آخرای شوقت ختم کرده باشه و میفهمه مگرم میره کفتر بای میکنه که بیخی هم از ارزشش بالا اینمی هم نافهمی است اما تو راست مکاکرو کنی حالا یک نفر در کفتر بفهمه مفروختنشم به خاطر از که دمی بازار هستیم کفتر هم میخرن کسی مفروشه در مفروشم بلدیت پیدا کنه خوب است به خاطر شوقی هم میخرن اما بای کفتره اما دیدتان شما بخری بای هم نخری که پدر شیرخم بود است مادر شیرخم است فقط هم دید نظر خدا کار کنه. نجیب جان قن انشالله که ما مروقای آدم صادق است همیشه وقت که ما ازش کفتر خریدیم چی به خانه چی به دکان چی به خرید فروش دیگه از ما مروقای خیر دیدیم دیگه انشالله دوستای شوقی هم که از ما مروقای قند ما کفتر خریداری میکنن انشالله خیر شه. بله دیگه همین نام خدا نجیب جان قند چه خوبی داره امری دم سفید است امور با دوستا با معرفی عزیز یک دانه امریکا است که امی کفتر امریکا است اکثر زیادش در امری و سیاه شیرازی نولکای سرش داغ می داشته باشه بازی تو یک داغ داره که هیچ قابل تشویش یا مشکل در کفتر خلق نمیکنه. بسیار خوب دیگه خوب یک مجکای سفید داره خوب یک کلا داره خوب یک رنگ داره خوب یک باز داره کفتر هم شیرپای دیگه کفتر یک دو بازی بکنه بشوی خدا پاک کنه رنگ روشن داره خوب رنگ روشن داره میشه که همیاله اینی پاکایش است که دوستا سعی کنن موزه پای من دوستا هر دوست موقع کار داشته باشه دیگه ما پیشتر هدف می بود صداقت بهتر از کل چیز است. بله نجیب جان در بین صداقت رفاقت اندیولی باز انشالله محکم میشه یعنی کفتر کار از کاکروکای مارکت بخره انشالله خیرش میبینه این ماده کفتر است یعنی کفتر خوب کفتر است نیل خوبش داره این طرف کفتر هم یعنی این طرف کفتر هم باز میکنیم نیل سرخپر پیسپر نی اینی هم اینمی پرکای پایش زیبایی که خداوند در پایش داده و موزه پای پرپای یعنی بزن چوچه بگی دیگه ماشاءالله یعنی دیگه کفترها جفت انشالله که چوچه میته ما مروقای قن کامرا و مایک بیادر در خدمت است عرف پیام گفتنی داشته باشی با دوستا پیام خاص دست دیگه خود بر دوستا دیگه کامیابی و موفقیت بر همه مسلمان ها میخوایم خدای پاک کل مسلمان ها را کامیاب و موفق و سربلند داشته باشند و شما هم در کار بارتان برکت روزکتان خوش بیادر پناهگاهتان
دوستای عزیز همینجا نام خدا یک دوستم یک چند کفترک آورده دیگه نجیب جان یک زرچپکشه به معرفی بی و دوستا که چطور کفترک است. دوستان عزیز یک دانه زرچپ بچه کفتر یا جوان کفتر میگیمش. وقتی که جوانا میگیمش همین جوانا که است بعد حدود 40 روز 50 روز تا 2 ماه حساب جوانا میره تا 3 ماه. بچه کفتر که 6 ماه کفتر است. با ساله که پوره کرد مردکه میشن؟ پدر میشه. خب این کفتر زرچپ است ماشاءالله خوب کفترک است. کفتری است که بچه کفتر است یا اخواری کفتر نام خدا. چوچه گرفتن هم تو کفترام آسان کاری نیست. این بالا که دیگه شنواز میکنیم نام خدا خوب زرد. یعنی دوستا سعی کنه که یک پر یک پرک کریزکش مونده. کلیدش مونده. این کفتر دیگه فکر کو که سالا پورا کنه ان شاء الله که کفتر خوب کفتر میشه. دیگه ماشاءالله بچه کفتر است. هم کفتر خیل، هم کفتر زیر جال، هم کفتر که نگاه کنی کتش یک دانه زرشیروزی رو بزنی ان شاء الله که چوچه کفترک میته. چوچه شیروزی نام خدا نه نشون میدیم به دوستا. خوب کفترک است، کفتر چوچه است. یا من از اینکه پرکای خدا بتا یعنی کریز خودش پاک کنه. کفتر خود کنه کفتر است. من تو پر کونیش جانش مانده می کفتر. یعنی طرف کفترام هنکی کفتر کی طرف کفترام دیگه سر چشمکوش که گپ بزنیم خوب میشه. کوال موسی داره خوب کفتر از دیگه کفتر متوسط دوست عزیز چیزی که دم جان کفتر است مامور گپ میزنیم. دیگه موزه پویش همیشه ما باید نشون بدیم به دوستا چرا که یک زیب زینت بالاست در شیرپایی موزه پایی در شیروزی تک. ماشاءالله ماشاءالله نام خدا گپتان درست است. والله لالا ایره چند خریدی دو تا را؟ یک ارزش یک 9000 دوستا عزیز یک شیروزی یک زرچپ پالوان خرید 9000. دیگه چی خریدی؟ افتران زیاد است همیشه تانه را نمیگرفتیم دیگه. خب یار خانه آوردیم. یار پس خانه میبری به خود یا قسم فروشی؟ آوردیم به فروش آوردیم. فایده کم بتی تمیت یا زیاد؟ خوب باشه دیگه به اندازه. یکم دوستا عزیز یکم جو میریم یکم چیزا پای میکنیم میگه بای میکنی کفتر میگه چند صاحبش میگه چند میخری باز ما میگه من چی که من ارزان میتی خوب است. نجیب جان قلم ان شاء الله که پالوان آدم با قناعت است. بله سر بله. دوستا بیننده که تو را میبینم به تصویر داخل خارج شوقی چی گفتنی داری؟ سلام به کلتان برسه به تمام شوقی های عزیز به خودت نجیب جان به لالای ما دیگه هستیم کفتراس آوردیم دیگه چی میشه ان شاء الله در کار و بارت برکت همی کم بخوری ان شاء الله همیشه برکتش میبینی. زنده باش. خدا خیر بده بخیر باش. پالوان جان موجوده. دوستای عزیز در کنار لالوبید ما هستیم که همیشه وقت هر هفته نام خدا کفترهای زیبای مقبول میاره به بازار کابل. دیگه امروز نام خدا دیدیم که یک دو دانه سیاه پتین و یک دانه سیاسینی بسیار مقبول مو بله جالش است. یک دو دانه چپ شیرازی مقبول است. لالوبید قند سلام بیادر. خوب است جان جور است. خوش آمدی بازم خیر است. بخیر آمدید ان شاء الله. بخیر باش. چی آوردی امروز به دوستای شوقی چی حالا آوردی؟ بیادر دیگه سه چهار کفترک از دیگه یک دو تا در فروختیم اخو. چیزی هست که بیادر اون در ویدیو ببینه دیگه کسی که میبینه که چی هست دیگه. حالا ما تعریف کردن نمیتونیم بگیم میگید میجیشن تو راست بیادر ریشن تو راست همین نجو جان همی گپ بیادری. گپ پاک. چیزی که هست بیادر اون میبینیم که بیادر اون چیزی ماشاءالله خوب کفترک است. بگی خیلی بسم الله کو بیادر بکشم و مردم بین کفترام سیاسینگه که بیگل بسیار خوشم آمد. چطور کفتر است نظر خودتون بیادر شریک بسازیم با دوستان. چه خوب نام خدا یک روی داره یک چشم داره یک چشم مقبول داره سر رویش خوبش است میگه کوشم بد نیست میگه اگر نه پتین بود سیاه باشه نه با تو معلوم است مگم بازم خوب است دیگه او تو بخی اما چشم سفید داره نگینه که چشمش خوبش است بس خوبش داره نول خوبش داره کلی کلان داره
دیگه خوب یک بست خوبش هم داره دیگه. حالا بست مقبول داره. کلی خوبیار اگه داشته باشه خب گپ میشه قیامو بدر گپش $1000 میرسه. کلم خوبشی‌ها در کفتر نیست. نیست ما ما خو ندیدیم. ندیدیم. ما خرچنگ که شاگرد ندیش قیاس نم مگه ما خو ندیدیم. قربانت یک کفتر قدر زور میباشه بی که از پای کوتاه میباشه. پای کوتاه میباشه. اگه بسیار زور میباشه نولک دراز میداشه باشه. نه بدر دیگه کفتر خوبش است یک مجا کوی غیر سایک دوستا ذوق میشه سفید خیر دیگه از شما دیگه توصیه گزاره کنه که سیاپتن بوجی باید سیاه باشه ذوق سیاه باشه دیگه تمام کفترها اصیل افغانستان که میجه سفید باشه در زیبایی در مقبولی در تعریفش یا صفاتش میره یک کفتر دو رنگ است دو رنگ است قد بست خوبش داره کفتر بد کفتر ماشاءالله خوب کفتر خوب قد بست مقبول داره خوب کفتر بالش بی بچگی است شمکای گور داره بالش خیلی خوب بالم داره یک بالکش بیادر 7 پر است یک 6 پر کفترکای قدیم افغانستان است دیگه 7 است یک تا شدید جفتی ده یعنی والا دوستا ما همیشه گفتیم که همو کسایی که با دلار و بار بای که میکنن کفتر باف کار داره می کفتر باف بخوره همو دلاری توش میته همو تو واقعیت اینا نو دا که شد نو که بالا شد با سیر پر میشه پشت که سیاه که سیاه ماینا میشه بالا شد اون مایناز دیگه مایناز باز امی پشت که سیاه میکنه سیاه ماینا گفته میشه امی بالا که زیاد که سیر پر گفته میشه باز هم تو متواتر میره سیاه سینه و سیاه پتن چپ و سیاه ماینا و دیگه انشالله که یک پتن چند هم چوچه میته در برنامه ما گفتیم که مشکی چوچه میته کازلی چوچه میته سیاه سینه چپ میته سیاه پتن چپ میته اما تو لالو باید میته رساب یادر زرگل میته سرگل میته از اینکه دیگه بیادر این کفتر کاس این یک دو تا کفترای سیاه چپ است یکی دم رنگ است یکی دو سفید است شما میتونم دوستان عزیز یک سعی کنم ماشاءالله یک مقبول داره نجی جانی هم بد کفتر نیست بله کفتر بیمجا بگوی بیمجا سر رقم که بگوی بله بیادر خوب رنگ مقبول داره خوب همون کفتر است یا پتن ور یک بست خوبش داره کفتر هر چی که جاندار باشه خوشت میاد جاندار باشه خوشت میاد اما تو خوب یک دراز کفتر بله سر دیگه بیادر اینی کفتر کو از بیادر دیگه کس دوستامون در تصویر میبینه دیگه که ما بیادر زیاد تعریف نکردن نمیتونیم یا یاد نداریم یا نمیشناسیم دیگه بیادری یعنی چیزا از دیگه بیادر کفتر با نظر با دیدش با نظر با جانش گپ میزنیم ما دیگه دوستان عزیز یک دونه یک سیاپتن سرخگل دم سفید ماشاءالله خوب کفتره که دم سفید باشه پیش دنبی داشته باشه اگر پشت روی باشه مشکل نداره اگر پشت روی نداشته باشه در پشت دنبش سعی موجود باشه نسل دم رنگه می باشه که یک تا دم رنگه را کده یک تا دم سفید میزنن یا دنباشون گت می باشه که بازو پشت دنبی میره در دم سفید در زرد در جز از کفتر سیاپتن دم سفید زرد کویی آتشی زاغ سردنبی و زیردنبی ضرور است اینا دوستا عزیز اینی رو هم سعی میکنیم پای پاچه کفتر اینی هم زیردنبی کفتر این کفترک سیاپتن است اینا زیردنبی هم داره پای پاچه کفترک هم سیاه است دوستا عزیز اگر کفتر پشت روی می باشه در پشت دنب کفتر سیاپتن اگر سی می داشته باشه جنس دمرنگ است صفات نداره اگر پشت روی باشه مقبولی زیبایی جونمو است دیگه دوستا عزیز بالاکاش آواز میکنیم کفتر است بچگی دار است یعنی یک بچگی دو بچگی سه بچگی چهار بچگی طرف داره یعنی این طرف کفتر آواز میکنیم با دوستا عزیز که داخرای باد پریش یعنی سیاه سفید نیست دیگه یک زرگک سیرپر است یک بالش دیگه انشالله کفترک مقبول است میجا کاش یک ذره خیر گزاره است که کفتر وسیله کنی باوتی یک ذره مجاش ناشان است دیگه گل بسیار مقبول داره کفترها صفات خوبشه که تا صفات داشته باشه من صفاتش میکنم دیگه اوبای جان لالا یارت دانه چند گفتی یارت یا دیگه لالا نجیب بر کنانش بخش خود بای داره این کفتر بای کردیم 3000 بسیار خوب بسیار خوب اونو کفتر دم رنگه دیگه او رو بای کردیم 8000 هر چی سیاه چپ بای کردیم 6000 ماشاءالله یعنی دوستان عزیز کفترکای مقبول ستره بابای هر کس کار داشته باشه شوقی دوستا پیش اوبای جان بیا دیگه یک چیزی که اوبای جان واتساپ نداره دیگه همیشه بارا گفته میشه گفت لمبر ما کس خطکیه دیگه زنگ دیا بازم لمبر خودم دیگه از باور بکنه که آدمای همون مرا خوش میاد مثل بایجان صادق یا تا لمبر خودم با دوستا
میگه باش من لمبر ما بکشم امو بای جان یاد گرفتی لمبر نه والا نگرفتیم تو لمبر خدا خدا یاد شاهدش نگرفتیم یاد غیره که در تلفنی تو بگیرم گرمش در این صفحه که خود لمبر بیایا بابا جان کدام گفتنی داشته باشی بیادر دیگه گفتنی نداریم هر جا که هست دوستا خوش آرام هم تو سر بلند باشه نگه چی بگم بره با خدا سپاس. دوستای عزیز، پیشمکار خوب ما لالا نجیب قند کمرای ما گشت گذار کرد، کفترکای بازار بر شما معرفی گرفت، کفترکای مقبول بازار بر شما نشان داد. دیگه حالا نوبت رسید به خود لالا نجیب قند. لالا نجیب قند بازم بدر سلام دوباره و سه باره. قربانت شوم بازم سلام به خودت، هزاران سلام به دوستا و شوقی‌ها و عزیزایی که داخل از خارج است بیننده یوتیوب چینل کلبه شوقیاران هستند. نظر بده، نظراتتون قابل قدر است. ان شاء الله نظراتتون که ما شریک بسازیم، ما که دوستا که بزرگا ان شاء الله شریک میسازیم. دیگه از اینکه خود ما کفترکارم که لالا وسیم ما گشتیم، با تصویر گرفتیم، با تشریح گرفتیم. خود ما می کسب کار میکنم، خرید فروش کفتر میکنم، دمی کسب کار هستم، از این رزق روزی حلال پیدا میکنم، هزار بار خدا را شکر میکشم. در کاری که هست حلال پیدا میکنی، یک روپا دو روپا شکر بکشی. دوستو عزیز، یک دانه زرسینه است. اینا کامرامای عزیز ما ایره دیگه فوکس بده که این کلا کلنگی کفتر است. کلا پوپکی چهار مغزی گذاشته دیگه. اینا کلا نام خدا. شغل مجای سفید. اینا دوستو سعی کنن بان که یا موقع شر است که در کامرا دوستا سعی کنن چشمای گور. اینا دوستا این طرف کفترم سعی کنه چشمای ز فرق سرش مجای سفید، نگینه چشمش خورترک، رنگ بسیار خوبش، پای پاچه بسیار خوبش، زیر دنبیش هم فول تا نوک دنبش، پای پاچهش هم سفید نیست. یعنی کفتر این طرف کفترم پتاین است دیگه، قیچی شده تا یک نوکش دیگه. این طرف کفترم با دوستان شما میتیم. لمبرم 0785 668 171. کفتر بخرین نخرین ان شاء الله با تماس باشیم، ما در خدمت هستیم. از نگاه کفتر، معلومات کفتر ان شاء الله ما همیشه در جامعه شوق خدمت گزار بودیم، ان شاء الله خدمت کردیم و میکنیم تا زنده باشیم. اینمی شوق ماست، اینمی کسب کارم است، از این راضی هستم، شکر میکشم. هزار باشه. اینا دوستان عزیز دیگه از سینه را شما سعی کنید که نام خدا چشمکای دم فرق سرش است. چشمکای سفید داره، کله بسیار مت مرغ کلنگی واره، گردن دبر، سینه برآمدگی، شانه بردار، رنگ بسیار خوبش دیگه کفتر رو نشان میده. دوستان عزیز، این کفتره که ما فروخته بودم با 4000 افغانی. سر یک شوقیا فروختم از خودم، از خود از بیگانم نیست، یعنی دیوال از دوست از رفیق است. تو کسی نیست که فروخته باشم دیگه رفته باشه پشتراش. این کفتر فروختم برای 4000 افغانی. گفتم هر وقتی کفتر فروختی باز مرا پس بده. لالا وسیم قند این کفتر که آورد در بازار پس فروخت 4000 افغانی. کلگی شاهد است. همون کسی که فروخته هم سرما دمیجه است. این کفتر من خریدم چند سرما پس باید 20000. این کفتر خدا شاهد است، اول من نشناختم، پس اون فهمیدم که این کفتر خو آشنا وری است. کفتر خودت است. خو کم کم در فکر من میگشت. خو کفتر یک نفر آمد این 4 خریده، اون نفر دیگر راسی خدا شاهد است 5 میخرید، یک نفر 6 میخرید، یک نفر 7 میخرید. خو کفتر هم دست ما که میگم اصول شوق نمی از کفتر که دست یک نفر بود دیگه تو حق نداری که صاحب ازو بی‌وا کنی. جنجال زیاد میشه. اما تو راست کوکم نیست. واقعیت است. این بیخی واقعیت است. وقتی که کفتر زیر باید باشه که در بایش داخل شوی جنجال است. جنجال هم نمی است که بیا در کفتر در پیش ما دیگه دستشان باشه دیگه است که ساغ نداره که چند بازونه موسنا که دیگه اگه قزدارم شود تو را نمیمونه که بخری. پای کفتر قیمت کردن این کفتره که خلاصه چی دردسر بتونه 11000 افغانی ما خریدم. 7000 فایده گرفت. 4000 خریده بود. خب باز ما اون نفر دیدم من کفتر چی کردی که ما کفتر آوردم تا بازار فروختم و دیگه نفر 13000 خرید. ما خنده کردم گفتم 13 نخرید 11 ما خریدم. کفتره که
بردم خانه. بازی کفترک یک چند روز پیش دیدم از بام از مجالی خانه در کوچه مفته بازی یک بچه یک میگیره خانه خود میبره این بالاکا از ایره قیچی میکنه حالا نیچش کلش رسیده بازیگر که ما پس و بچه را یک 500 روپیه شیرینی دادم که با ما یک کفتر 11,500 تمام شده. یعنی حالا من مت جوانا ببینم که بگم میرم میخرم والا ما با تاوان میفروشم. به خاطر چی؟ حالا ما خریدیم. به خاطر چی خریدیم؟ که در پشت از این می کفتر 3 نفر دیگه را دکه میداد که کفتر نتیشه. اون نفر اگه نمر ارزان میداد. ما می کفتر سعی که غریب کار هستم. نامردی که هر کس ما که به شوق نه به فروش خود خریدم. خب نموندم که اون نفر سر ما کامیاب شوه. دوستای عزیز پیش سمی جان هستیم یک تن از شوقی های ولایت لوگر. سلام علیکم می داشته باشیم بالا سمی ما. سلام جان خان. قربان تشکر لاله خان شما خوب هستین جور صحتمند دیگه برنامه کفتر هستم ما در خدمت شما. چی آوردی سمی جان خان امروز از ولایت لوگر چی آوردی با دوستا گده؟ والا امری ما آوردیم زرد ما آوردیم سیاه ما آوردیم دیگه این هر کس علاقمند است ما در خدمتش هستیم. زنده و سلامت باشی. چطور است لاله سمی خان نرخ نوا اگه به دوستا بگی در ولایت لوگر چطور است؟ ماشاءالله کفترها زیبا است. نرخ نوا در لوگر قسم و قسم است. کفتر در لوگر ما داریم که از 12,000 8,000 دلار 9,000 دلار ام تو 3,000 2,000 تا پایین آمده برو. اگر به دوستا بگی که خودت تا چند هزار دلار کفتر فروختی؟ والا خود ما خوب است ما تا اونجا را نمیکشه خود تا 3,000 4,000 فروختیم. خب اما دوستا اندیوالای ما هست که تا 8,000 9,000 10,000 تا 12,000 هم در مجلسشون شته بودیم خرید و فروش کردیم. البته دلار بدن. دلار دلار. دوستو عزیز یک نظر چپ نام خدا خوب کفترک است. انتقام میغه نداره. این زیر بالشون کنده بال سفیدی نداره. گرده نداره. خب این گپا را ما به خاطر میزنم کمیال در لوگر لاله سمی قند بیا اینجا پیش بیا از دان خود شوقی میشنویم که دیگه کل شوقی ها در لوگر با تماس است کتش اگر نباشه 50% خب با تماس است کته. اما کفتر داغی خوب چوچه میته یا کفتر ثابت؟ والا داغی خوب چوچه میته. داغی قیمت است یا ثابت؟ داغی قیمت است. دوستا عزیز این کفتر ما به خاطر از این میگم کسایی که کفتر میپرانن کسایی که میدوانن یا زیر بال کفتر کنده بالش سفید باشه این دعوا باز بخ همیشه شان نیست دیگه سر روی کفتر کس دعوا کار نداره فقط چپ سرخ چپ هر کفتری که باشه فقط بالا وسیم بله اون امور دوست داره که کفتر دیگه زرچپ است فعلا دست ما یعنی زرچپ است لالا وسیم قند پیش ما خوب کفترک است دیگه از اینکه دوستا یگام داغی را نگاه میکنن برای خود از دم از بال مشکل نداره فقط کفتر باف کفتر جنس مهم است. جنسش مهم دیگه این زرچپه که 6,000 گفت هر دوست ما کار داشته باشه خوب کفترک است ماشاءالله. دیگه زرچپ دیگه چپ کشیدن اون دیگه در کفتر کل کفترها چپ نمیکشه بسیار در 2 پش 3 پش 4 پش 10 پش کسی چپ گرفتن نتونسته. لاله سمی خان جان این یک نرسته که یک پرک شو مونده جوان کفتر جوان کفتر است
اندازه همو سیستم خود همو سر روی خود داره. ماشاءالله. اما گفته اگم تو شوقیا دوستا میگه 5 نفر همه کم میشه دیگه. همه قدر میشه هرچی اندازه موازنه شو. اندازه شست. دمی شوق کاس همین کفتر بودی شوق کفتر خوبش بیدارم. هر چیزا واقعا باید که کفتر که با 5000 6000 میگیرم شاید همین زرچه به 6000 گفته همین با 2000 1000 ارزان باشه. خب نرخش صحیح شه براتون نرخی که جور آمدم داره دیگه. با دوستو عزیزان با کامرامین عزیز ما با تصویر بگیره که زرچی روزی ها سوجا دیگه کفترکارا میارن دوستا دیگه اینجا غریبی میکنن لالا وسیم اگر رزق روزی حلال پیدا میکنن خدا در کاروبارشون برکت بده که گیری میکنن نسل گیری میکنن زحمت میکشن دیگه. او شوقی که میخره اون فهمش بالاتر از کسی که نگاه میکنه که بچه که میخره. این دوستای عزیز نام خدا به کفترهای لوگر و کفترهای افغانستان واقعا که ما شاهد از این هستیم که رفتیم ولایت لوگر نام خدا بسیار کفترهای زیبا کفترهای خوب و این دوست ما سمی جان میگه که تا $12,000 کفتر خرید فروش شده در ولایت لوگر. از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک میباشه این که پیشوری خودش تا $12,000 دیده خرید فروش شده. همون درست دیگه کفتر با مصطفات و اوصاف خود خرید فروش میشه. کفتر از شاید 100 روپیه افغانیان باشه هست والا داریم ما میالیم 500 400 500 1000 افغانیان تو هم هست. دوستو عزیز کفتر بوزی شوق در کفتر هم مفاد مالی داره مفاد جانی. اگر در مالیش بریم سعی که دوستو عزیز یک جور کفتر با قیمت‌های بسیار بلند سودا میشه. مفاد جانیش چی است؟ تو را از تشویشات روی مرض عصبی مرضای گوناگونی که انسان پیدا میکنه تشویشات روی ان شاء الله شفاءدهنده خداوند است. همین کفترکای نازنه افغانستان همین مشکل حل میسازه واقعا دیگه. لالا سمیقان در لوگر کفتر قیمت است در کابل قیمت است. والا در لوگر ما اینجا زیاد مت آشنایی ندارم خودی خبرم ندارم که آدم دروغ بگه. خدا لوگر ما واقعا کفتر قیمت است. کفترکاشم زور کفتر است خوب کفتر است. خازر گوشه و کنار مملکت ما شما از قندار از هرات از مزار از کابل بعض شوقی ها میان اونجا برای خرید فروش در لوگر ما میخرن. لالا سمیقان با حساب قیمت کفتر گفتی دیگه همین کفترهایی که مثلا $4,000 $5,000 $10,000 قیمت سر 4 نفر $19,000 سودا کرد. سر 4 نفر 5 تا کفتر $19,000 سودا کرد. دوستا عزیز دیگه کفترکاش زور کفتر است واقعا که بری بشینی دیگه دلت نمیشه که بخیزی میگه من تو بشینم پیش از سعی کنم میکنن دوستا. حتما کفتر خوب کفتر میباشه اوصافای خوبش میداشته باشه دیگه. ما شما خو نمیتونیم مثلا کفتر 2000 افغانی $2,000 قیمت نه واقعا همینجا خونه یک دوستای ما چند روز پیش بودیم از طریق یوتیوب چنل ها رازایی هست که کسی پنهان کرده بود نمیگفت. البته که 50% دوستا عزیزایی که در داخل بازار میخرن کفتر میفروشن 40% دیگه در خانه خود کفتر خرید فروش میکنن. درست است داخل بازار و نمیه. بله نجیب جان 10% ما شوقی داریم دیگه. باز کفترها که شوقی زیاد میشه اون مسئله شلایده است که در بازار میکشه میفروشه مسئله شلایده است. ما فعلا 1 گرم طلا زیاد فایده کنه به یک انسان 1000 افغانی. یک کفتر چقدر فایده میکنه به یک آدم؟ یک شوقی به یک کفتر فروش یک گندیوالک ما 3600 دو تا کفتر خرید افغانی دلار اما 3 سال پیش. حالا مو جوره کفترش پس 8000 خریدار است $16,000 هم از مو چوچه گرفتن. یعنی دوستا طلا دیگه زیاد بالا شوه 3600 خریده بود حالا به 8000 پس نفر خریدار است نمیده 16000 هم از چوچه سودا 16000 چوچه فروخته $8000 هم نمیده $3,500 خریدش. طلا را که 10 سال هم نگاه کنی زیاد که قیمت شود در گرام 2000. حالا ما دوست ما اندیوال ما رفیق ما نامش انجینیر ذکرالله است فعلا خودش هم در جرمنی است. حالا از طریق موبایل هم اینجا خرید فروش میکنه. نجیب جان خان با این حرفای ما و شما ان شاء الله زرگرای ما و شما شوقی کفتر میشن ان شاء الله. دوستا عزیز شما خفا نشید کسایی که بزرگای شوق هستن ما برشان احترام داریم. با جوانا کسایی که در شوق هستن با کل دوستا عزیزا ما احترام داریم. اما دیگه میخرن میفروشن زحمت میکشن کفتر به مقدر اسلام میکنن. زحمت کار داره نیست
اول دی خو پیسه کار چشم شناخت کار از گاو دادن در کفتر کیره باب چی بیتی را خرید چی کفتر بندازی که تو خونه میشه که کفتر خریدیم 1 لک روپا میریم چوچه میگیرم والا 10 سالم بشینی 5000 چوچه از پیش گرفتن میتونی همون طور است واقعا نه نجیب جان نمیشه آه کفتر که نشناسی نشناسی فهم نداشته امی که باشی باز گتش آه. میکنی در چند پیشی در گدام پش خوبش چوچه میگم میکشن ما اولا نجیب جان تو بگم دمی طول 1 ماه اگر بگم هر جوره را که انداختیم که جوره کردیم باز شوشه دیدیم صحیح نامده باز او را مکس کردیم کدی که دیگه انداختیم خب. تا اونمو تا که باف کنه جوره شوشه صحیح بده نه دوست عزیز من که همیشه بارا میگم کفتر حوصله کار داره کتی یک تا چوچه نداد کرده دیگه بعد تبدیلش کو بالاخره کفتر یک دم که بسته کرد خدا کتم دیگه کفتر انشالله که با چوچکای خوبش میگیره دیگه باز کفتر کس شوق است گل زنده است دلبر است دل کس که 100 روپا مفروشه دل کس که 10000 مفروشه باز مربوط خودش میشه بله کسی نیست که نشناسه اون یک کفتر فهم داره که میخره که پیسه خود سرش میخره بله سر بله بله هم کسی که پیسه میته دیگه او فکر کو که او کسی که مفروشه از او کده شاید که بفهمه که دی کفتر در جون کفتر چی است حتما مگر همه چیزی رو میبینه که میخره بله سر بله بله دیگه یک ما مصاحبه در شنیده بودم گفتی دوستا عزیزا از این نمی پرنده اصیل افغانستان گفتم که مفاد بسیار بالا را به دست میارن این میام یک اصالات وطن است هر چیزی که اصالات افغانستان اینم تو سودا میشه خرید فروش میشه کفترکا اصیل افغانستان هم به می رقم گفتی یک دو نفر دمی کابل اصلا نجیب جان همه دوستای ما دمی کابل 2 تا بلند منزل البته بگم 2 منزل 1 منزل که بلند منزل ساختادش از این کفتر خرید از این پول از کفتر این پول کفتر خرید و به خدا میگه 6 قصه کرد گفت ما بیادر هم 2 تا ساختمان از این خرید تو کسی از برکی که اجاره ندیده باشه بلد نباشه کوچیک و فروشی را والا استا انتظار کلا همو شوق همو جمع میکنم و بعض وقتا که قصه گفلشی رو برش میکنیم که میگه میبریم تو کفترکا رو بعض کفترها که زیاد میشه و یا از دوستا و رفیقا میگیریم میاریم سودا میکنیم بازو میگه بیادر اینی شما اونجا میبرین نی چی سودا میکنین میگیم 5 و 6 و 4 رو خنده میگیره او دیگه اونموجا کفترکاش کم ذره سیستمش جور است و دیگه هموجا کارش جور است چه طرفان هم او کفتر رو که اینجا بیاری یک کس رو بگوی $3000 $4000 $1500 اینجا کی میده سر کفتر امیک دمی خود لوگر از کدام نقطه لوگر کفتر بودی شوق شیرازی شروع شد بالاخره شوق شیرازی خو از کلنگار بود خب اون از اون کلنگار دیم تو کم کم پخش شده رفت اومد طرف ما برکی برک نم تو برکی راجان هم تو رفت چرخ و هم تو پولیجیگی و این 4 طرف حتما تیت شده دیگه حالا الحمدلله پیش هر کس که بیده تو کفترکای زور داره خب مردم ما یک علاقمندی داره هم یک هم چیز شوق زور یا کفتر خوبش هر جای که باشن میرن میارن خب یک گپ دیگه است که فعلا در کل افغانستان عزیز ما اینمی کفترکا را هم زیبا ساختین هم خوشروی ساختین هم مقبول ساختین امی کفترهای شیرازی را خدا خیر بده مشوقی‌ها را که بمو خاصه که خودشان از جور میکنن امی شیرازی نسلش از کابل به لوگر انتقال داده شد یکی مشوقی‌های لوگر زحمت کشید دیگه مقبول ساختن کفتر اصلا دوستا عزیز کفتر شیرازی از کابل و لوگر انتقال داده شد اونجا شوقی سرش کار کرد زحمت کشید سرش فکر کو که یک زمین یک دهقانکار سر زمین خود کار میکنه تا حاصلش میبرداره دیگه گفتنی پیام قربان تشکر سلامت باشین نجیب جان تشکر از برنامه شما تشکر از بیننده‌های عزیز دیگه گفتنی خاص ندارم نجیب جان در کار بارت برکت قربان تشکر
دوستان عزیز تشکر که تا این دم با ما بوده. خدا کنه که برنامه بر شما خوشایند تمام شده باشه. از برنامه های شیرین شوق برخوردار شوید. چینل یوتیوب کلبه شوق یاران را لایک و سابسکرایب کنید. لال نجیب قن کامرا و مایک بدر در خدمت است. چیز گفتنی داشته باشی به دوستان. گفتنی ما آخری نداره. ما با شوقی هستیم، شوقی ها با ما. این پول ارتباطی بین شوقی ها و بین کسایی که کفتر میخره میفروشه و بین کسایی که یوتیوب چینل دارن، خدا خیرشون بده. این یوتیوب چینل ها را جور کردین که شوق به دنیا با شوقی ها از طریق این شبکه ها با تصویر و با تشریح و با معرفی گرفتین که امروز ماشاءالله تمام شوقی ها افغانستان دیگه میفهمن که سر و مجا و چشم نول رنگ و قد بال کفتره ای که تشخیص کنن. و ما کسی را میشناسم امیالا کفتر میفروشه. خودمون 22 سال میشه کفتر میفروشم. کفتر را نمیشناسه، تو خریداراست کفتر را نمیشناسه. یعنی برنامه های تو را میگه دیدیم، میگه پیش نفر رفتم، میگه کفتر را برش میتم که مجیش سرخ و نولش دراز. همیشه است که برام اینم کفتر بده که مجیش خوبش باشه، چشمش خوبش باشه، نولش خوبش باشه. من گفتم این کفتر کا در خدمتت. گفت که نول دراز مجیش سرخ نبود گرفت. خو خیر از اینکه ما تا توانمون باشه، واسمون باشه، ان شاء الله از دوایتون ما را فراموش نکنید. رازاد شوق است. ان شاء الله براتون میگیم صفات کفتر از براتون میگیم. پرشناسی، زیبایی شناسی در کفتر از طریق کلبه شوقیاران ان شاء الله ما در خدمت هستیم. دیگه جمعه بازار ملی شوقیاس شما کفترکار را به تصویر سعی کنه تا برنامه بعدی در هر گوشه دنیا که هستی در پناه خدا باشه، با عزت سربلند باشه. الله حافظ و مددگارتان.